با سرازیر شدن بارش‌های بهاری، آب‌های بیشتر کارزها در ولایت غزنی دوباره زنده و جاری شده است. مسئولان ریاست حوزه فرعی آب‌های استاده غزنی میگویند از میان صدها کارز موجود در این ولایت، کارزهایی که در نزدیکی ذخیره‌گاه‌های آب قرار دارند و یا از چاه‌های عمیق فاصله بیشتر دارند، بیشتر از سایرین دوباره آبدار شدند. به گفته آنان، تلاش‌های این ریاست در بخش احیای کارزها و مدیریت بهتر منابع آبی همچنان ادامه دارد. سخت کال الحمدلله د الله تعالی رحم کرم و ډیر ښه بارانونه وسو چې د خلکو خوشبیني الحمدلله ورسره زیاته شوه او د اوبو هغه سطحي اوبو داسې ارتفاع په اکثره مواردو کې زیاته شوې، نو د ورښتونو له وجې اکثره ځای کاریزونو جریان پیدا کړی ده، خو دا ورښتونه کفایت د ټولو کاریزو د احیا لپاره نه کوي، خو په هغو ځایانو کې چې په هغه ځای کې چک ډیمونه دي، بندونه دي، هغه د چک ډیمو د بندو د جوړولو د تاسیس په وجه باندې هغه کاریزونه هغه ژوندي سوي وو، احیا سوي وو، خو اوس الحمدلله د هغو د اوبو جریان نور هم زیات شوی. باشندگان غزنی نیز با تایید این موضوع میگویند که بارندگی‌های مناسب امسال باعث شده تا بسیاری از کارزهایشان دوباره فعال و آبدار شوند، موضوعی که تأثیر مثبت بر زراعت و تأمین آب مورد نیاز مردم در مناطق مختلف این ولایت گذاشته است. اینمی کارز که هست، اینمی کارز تقریبا چند سال آب نداشت، اینمی روز الحمدلله آبش خودتان میبینین که آبش روان است، یک اینی کارز است که تقریبا 200 متر بالاتر چشماش است. دیگه این کارزها پیدا کرد، 3-4 کارز از این بند شو فعلا الحمدلله خوب آب داریم. ما خیلی راضی هستیم امسال از بارندگی، خیلی خوشنود هستیم و خیلی راضی هستیم. اکثرا در قریه ما در منطقه ما زمینا را از گندم کشت نمیکردن، امسال الحمدلله دمی اول بهار که شد گندم ها را کشت کردن دیگه، ولی قریه الحمدلله از یه خیلی آب دارن، خیلی خوشنود هستن، باغام شکر الحمدلله خوب هستن. بارندگی امسال باعث زنده شدن دوباره کارزها شده و چاهای آبی که در قریجات است، در خانه ها است، سطح آبش بلند رفته. چندین کارزی که در ساحه ما شما میبینیم و ما دیدیم که بسر خوشسالی خوش شده بود، لله الحمد امسال دوباره آب پیدا کرده و امیدوار هستم که بارندگی های بیشتر و بیشتر شود. شایان ذکر است که با افزایش میزان بارندگی در سال جاری در کشور به ویژه ولایت غزنی، زمینه برای احیای سیستم‌های سنتی آبرسانی مانند کارزها فراهم شده و نقش حیاتی در تغذیه منابع آب‌های زیرزمینی داشته است.